دوستان بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. چی بفروشی؟ افتار بفروشم. داری چند است؟ زیربند. خودتون نشان بده. نه. درس میخونید؟ بخوانم. مکتب میری؟ بله. سنف چند هستی؟ 5. چند تا چند کار میکنی؟ چه وقت مکتب میری؟ صبحی از فکر میام مکتب ساعت 5 پر میفروشم. نامکت چی گفتی؟ مسا جان یک دارم بطی هفته وقت. بس. یک داری نگام بطی. ادمی هفته وقت. این خوبش نیست. این رو بگی فس. این رو بطی. چند گفتی ده؟ این رو بسیده. کلش یک قیمت است؟ تفریق نمیتی؟ گرچوناست؟ نه از من چی میکنه؟ از خودت است. البان نیست بگاه. سفتویت است. من ندم دوش. حال پیسه است نیست؟ نه خیلی. از کی هستی؟ من روزانه چندی کار میکنی؟ پدر جان چی کار میکنه؟ پدرم شهید شده. کی از نانآور خانه تو؟ مادرم من. چند نفر هستی نانخور؟ 6. این 6 نفر شما میچرانی؟ بله. روزانه هم میای نصف روز درس میخونی نصف روز کارگری میکنی؟ بله. خب نام مهسا جان بودی؟ بله. مهسا جان عزیز خواهرک گلم من یک دانه افتاویت میفهمی بچه‌ام میخرم شمار کن پیسه چند است که من دادن؟ چند است؟ 4000. تو نشان بده چند است؟ 4. 4000 بله. یعنی یک افتاویت با 4000 خریدم فهمیدی؟ بله. پیسه که در جیبت ورد و امروز کار نکن مستقیم به خانه برو به خاطر پیسه تا گم نکنی از پیشت امروز دیگه کار نکن صحیح؟ روزانه چند بعضیا فکر میکنن که مردانگی، انسانیت و معرفت دیگه وجود نداره. ولی وقتی این ویدیوها رو میبینی اول لذت میبری، بعد میفهمی که هنوز حس انسان دوستانه، گذشت، معرفت و بهترینشون انسانیت هنوز در وجود ما زنده است. و کسایی که این ویدیو رو پخش میکنن مطمئن باش که یک انسان واقعی و زیبا هستن، چون با این کار گذشت، مهربانی و نیازمندان را رواج میدیم. یعنی بقیه هم یاد میگیرن.